اینجا روستای دیسک است که میبینید، خانه هایی که با سنگ چیده شده و سال 56 زلزله شد و تمام مردم این روستا از اینجا رفتن به روستایی که پایین تر میبینید، به اونجا رفتن و خونه اونجا ساختند. ما هم اینجا داریم میخوایم بومگردی بزنیم و در حال در آوردن جای درخت ها هستیم که بغل این کویی که پشت ساختمون ما هسته میخوایم درخت بزنیم. این منظره رو که میبینی کلا باید درختی بشه و ساخته بشه برای بومگردی، مردم بتونن استفاده کنن به خوبی و خوشی. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.